ماما جان ما مهمون داره نفهمیدین؟ بله. ما بیامنه که با ما نون تیار کنیم. چند نفر داره ماما جان؟ چند نفر عباس؟ چند نفره؟ میمونا؟ 110 نفر. 110 نفر ماما. خب 110 نفر 35 بریم ای کاکا جان. 36 خیلی 35 بریم. 36 خیلی؟ بله. خب چنده ماما نونا؟ نونا ماما جان با 500 هم هسته. با 700 هم هسته. شما کدی ماکل مای؟ 700 خدا 700 خیلیه مثلا نونیو. نون خوبیه دیگه 700 دو رقم گوشت داره. هم گوشت گوسفند داره هم گوشت مرغ داره. دیگه همین. خوبه چشم ماما. همو 700 تیار کنیم. همو 700. خوبه. اسم منم نوشته کنیم. اسم شریف شما؟ اسمم فلانی ولد پیرمه. خب اسم خب بگیم من چی میفهمم؟ اما اسم عزیز بنویسیم به اسم عباس ولد مولا نورالدین. خب ماما نورالدین. خب عباس ماما نورالدین. با کی ماه؟ امشب دیگه. امشبه؟ خب شب دوشنبه. باش. شب دوشنبه. خوب ماما جان انا گوری افسری با شما تیار میکنم و میتونن لوکس پرمزه خوب تمیزی ظرف نو همه حساب کتاب به شما رسید. ظرف نو سفید داریم ما. خیلی. الان من میرم 1 دقیقه به شما پول بیمونم میارم. پول بیاری ماما جان اگه پول نهری من اون تو تیار نمیکنم. چشم. انا چشم. بله. بریم عباس. خلاص دیگه ماما. خلاص بیمونه بیارین که نون شما تیار کنم. من بیمونم بیارین. چشم. خوش آمدید. خداحافظ. بگو خلیفه. بله. امینا شما گفتیم همین اونایی که ما گفتیم تیار کنیم. بله. اینا گفتیم حدوداً چند میشه همه؟ 25600. 25600. بله. سعی کنیم یک دم اگه پیار ما بدیدیم بیاماد ما همینجا خوبه؟ پیار شما خوب نمیشناسم. میای ما به شما اشاره میکنم. نشون بدیم به ما. اگه بگفتن که همین دونه چند شده نگیم 25600. چرا؟ بگیم 10 بیشتر نشد. چرا؟ و شما بگیم افتاد شما شما میگه خاطر ما نمی برار میگیله امی تا دل خود خوبی و نمام سفارش رو خاطر تو خونه تیار میکنم یه اخزرم نمیشه اونا خوب یعنی خاطر ما میمونی داریم او اخزر نونه نمیفهمه که اینا 10000 نشده بیشتر شده. نمیفهمه پیار شما برای بگین دیگه 10000 بیشتر نشد ما به شما اشاره میکنم هر در کماست داره خوبه؟ خوبه دعم کامات به ما نشون دی پیار رو اشاره کنه که ما بشناسیم. خوب. صحیح خوب. خوب. گیلا. بله. بیا اینجا تو کاکا جو. بله خلیفه جان. میگم. بله. این برای تو عباس بیامده که اینجا میگه اگه پیار ما آمده نگیم که اینا 25000 شده. چرا؟ هیچی گپی نیا خاطر پیار ما خوش نیا میگم برای همه خرت پرتال بستانیم برای من سراب تیار کنیم به سلام مدر من گردن و من غیر قلورتیلوش تیار کنم نون یک زن میمون داره ما مدر من میتونه دیگ به سراب ببار کنم. و پیار تو مثلا نمیفهم باش بس خونه ویتر حد مجهز غذای همه چیز آماده میایه. نه پیار من سخته گردن من بند باشه از نون سیرشم اگه او بخورم. مال امی روزا مدر من میگم با مدر من میفهمی چی میگم؟ بله. میگم مدر گیلک مدر من میگم او میگم دشملار بخش کن. دشملار بخش میکنم برقم هم خونم و یک لامپی داره دهلیز آشپزخونه و مشم چیز
اتاقی نه من یک لامپ داره میگم چیز میشه اصراف میشه من پول برق ندارم بیام من چیز کنم حالا من اینا را من برای تو من خاله خود قرض کردم پولان خب با نمیفهمم پیار تو بیغ زرافی نه پیار فقط لقمه زدم بخورم نمیفهم که اینا از کجا بیامده اگه من بگم از زری پنبو شده میگن درست نلگه او تو مرد قدیمه ها خوبه دیگه بلکه نفهمه دیگه پول میلی اگه داری بده ما شما نی بیونه دادیم این چی ندادیم این دوسته ما مسخره میکنی میفهم اون لنگی از خودینه یاره پولا رو تر میکنی ای دو ای سه ای چار ای پنج اینا دونیم از 5 تا 500 بخور به خان مانند دیگه 5000 دادم اشته اینا 2700 شد 5 تا 500 دونیم هزار میشه خب دیگه میارم معاملات خود بیبی خاله خود غلط کرده نه بیبی من قلک لیشتر برم بکن قلک کردم 360 بیام داخلم قلک شد منطقه همه پنجی گپینیه نمیشه گیلک 25 نه میاره پول گردن من بل باشه میاره همه لکه میاره پول شما را اگه نه سنتا قلک و چند بیبی خود جمع کردی خب بیبی خاطر کمک خودی تو به جنجال من نفتگم گیلک با پیار تو خبر میشون جگا با شما نه اگه به ما مشتیخان میشه اگه به دست رو بیایم جنجال کنه امکان داره که می غذا میمونا رو بیرون میکنه پیار من این 25000 روپیه پول آخه ما اینا پول میدیم میخریم میاره پخته میکنیم شما نه قرض کنیم میاره شرکت بر این جو قصه بی خود خونه داریم نه میاره دلجم باشیم میاره دلجم باشیم اون برار میگه عباس هم میبینه او خود نمیفهمه بچه نادونیم چی میفهمه نه کلونی من دلونم خدا کلون شدم والله لامگی لقیته که تو پول میدی خدا مدن میاره صحیحه داره فکر نکنم من گیلک پول بکنم استونده